همیشه تو تاریخ نقاشی و تاریخ هنر اصلا هنر و زیبایی همبسنده بودن. خب یعنی از یونان باستان به خصوص ما میبینیم زیبایی اهمیت پیدا میکنه و فیلسوف‌ها شروع میکنن به این فکر کنن که زیبایی چیه و حتی افلاطون تو کتاب جمهور و هیپیاس بزرگ و مهمانی به سراغ این پرسش میره که زیبا چیه و ما میبینیم وقتی میرسیم باز به رنسانس این زیبایی مسئله کلیدیه و حتی تا دوران مدرنیسم هم زیبایی مهمه. حالا برای مدرنیست ها زیبایی میاد مثلا توی ساختار کمپوزیسیون، توی رنگ، توی موضوعات اینجوری، ولی وقتی نگاه میکنیم به دوران پیشا مدرن، یعنی مثلا هنر بین النهرین، هنر مصر، هنر تمدن‌های کهن، میبینیم مثلا زیبایی مسئله نبوده. وقتی به نقاشی داخل غارها نگاه میکنیم میبینیم نقاشی شکلی از تاثیرگذاری بر جهانه، چه از منظر باروری، چه از منظر درمان، مثلا تو نقاشی سرخپوستا، نقاشی شنی سرخپوستا، چه برای مصریا که در واقع باز کاربرد برای جاودانگیشون داشت. و ما میبینیم که وقتی میرسیم به نقاش‌های متأخر دیگه عملاً اون زیبایی کلاسیک مد نظر نیست. کارهای فیلیپ گاستون زیبا به معنای متداولش نیستن، ولی انگار نقاشی رو از اون سنت کلاسیکش رها میکنه.